نه اصلا امروز پنجره رو باز نکرد. نمیدونم شاید زود اومدم. به هر حال اینقدر میمونم تا شاید یه بار دیگه هم پنجره رو باز بکنه چشم به جمال دلاراش بیفته. خدایا یعنی ممکن این دختر نصیب من بشه با اینکه نمیدونم کی هست چی هست، اسمش چیه، پدرش کیه، مادرش چیه. خسته شدم دیگه امروز. بس خر بنده برو لغت این چیزا رو پیدا شد اینجا. آقا سلفا چی اینجا میکنی؟ من نمیدونی کجاست اینجا. کجاست اینجا؟ آقا بگیرم پدر دارم. چرا آقا جون چیکار کردم مگه من؟ با نمیدونی کجاست اینجا که؟ نه نمیدونم کجاست، اینقدر میدونم در یه خونه است. چی شده؟ هستی ازم من که اصلا من یه رهگذر یه عابر. تازه واردی؟ بله. کاری داشتی؟ شما صابون فروش محله ای؟ نه من ریش تراشم. خب که چی؟ میای چی؟ میای منظورت به چشم داشتم؟ دواره خندت من درستی. پس خنده من به گوش داشتناست. آره خب آره قیافت همچین به چشم آشناست، صدادم به گوشم. درسته ممکنه اینطورا باشه. شما اسم چیه؟ اسم صاحب مرده؟ آقا جان من با تو شوخی دارم. من جلو تو وایسادم به من میگی صاحب مرده؟ شوخی نداریم پیدا میکنیم. به چه حسابی؟ حالا چی کار داری که اسم من چیه؟ اشتباه کردم. حتما اشتباه کردی. منو با یکی دیگه عوضی گرفتی. بفرمایید. من اولا یه آدم مهمیم من اینجایی نبی ریش تراشم. آقا هر چی هستی ریش تراشم همه کس نیستم. من شناخته منم اینو میشناسم نمیخوام بهش بگم. آقا جون کاری داری با من؟ حرفی داری؟ کاری باهات ندارم. شبا میای اینجا؟ نه من هر وقت دلم بخواد از اینجا رد میشم. چیه موضوع؟ جریانت چه قراره؟ اینجا پول گیر نمیاد. برو بابا دوزی. نه عزیز من این حرفا چیه میزنی؟ منم تو رو شناختم. تو صفتری. اسلام کردی یا؟ کجا اسلام کردم؟ شیطون که نشناسم بگم بزرگزاده یاره بله فهمیده من سر دارم. آره اسم تو صفتره. بهزاد نیستی؟ چرا من سردار بهزادم. اول سردار یواش آره سردار. بله بیا منو بردار. یاد پای گذاری باید میگفتم. یواش حرف بزن. خب حالت چطوره؟ الحمدلله خوبی تو؟ ای داده بیدا به این چشم مال ندیدیم هم دیگر رو. تقریبا یکی دو سه سالی میشه. راستی تو عظمت اون قدرت اون شجاعت. خب هر کسی یه دورانی داره. دیگه جنگ رفتی؟ بله ای به هم میگوده شعر نگو بیا جنگ. آره همه چیزی یادم. تقریبا 1000 نفر بودیم. 1200 نفر بودیم. 1200 دشمن 150 تا بودن. اون جنگی که رفتیم. آره خب 1200 نفر ما 150 نفر ما بودیم. چیز مهمی نه. درسته ریختیم به هم. بله ما رو زدن خجالتمون در رفتیم. نفهمیدم. دشمن ما 150 نفر بود. وقت دار دسته ما 1200 نفر. ما رو کتک زدن. ما اسلحه‌شون نداشتن. خب مرد که بدتر میشه که. اولشون بخار داشتن ما نداشتیم. نه اینطور هم که تو میگی نیست جان من. شوخی میکنم. من تن به تن رفتی ها. اینقدر من میدونم تو موقعی که سپاهی گری میکردی همیشه جزو آدمای زیرشتر رو بودی. میخواستی از کار از موقعیت خود از زیرش در نمیرفتم. چرا؟ منظورم چیز دیگه بود. چی بود؟ تو چی رو میخوای ثابت بکنی؟ یادت رفت صفتر شعر میگفتی، آهنگ میساختی، تصنیف میساختی. خب این همه که شعر گفتم مسخرم کردم. خب آهنگ ساختم گفتم این آهنگ نیست. اینقدر کسا بودن که از من تحویل نگرفتن. درسای مال من بهتر بود. خب تصنیفات چی؟ تصنیفات همینطور. من کتاب نوشتم اومدم چاپ کنم پولش نداشتم. باریکلا اینقدر هستم به جون تو چی بگم. اصلا فوشو با پول میخرم. حق با تو راست میگی. اما کتابی من نوشتن نخریدم. آقا جان من تو چی کار داری که وارد معقولات بشی؟ نونتو بخور. ای بابا چی میگی؟ حالا چی کاری؟ آجیل بده کار نباشه. جا همه جا هست. خب دیگه نمیخواد حرف بزرگون تو بزنی. او
این چیه؟ تو میگی من ریش تراشم ولی چرا ریش تراشم؟ چرا خورشین انداختی روشونم؟ غیر ریش تراشی کار دیگه هم میکنی؟ خیلی کارم من خونه آقای چیزم نمیدونی من چیه؟ اینجا خونه کیه؟ خونه آقای مظفرخان. مظفرخان؟ بله. نمیشه اسمش به نظر قصری داره، جا و جلال داره. پس تو این خونه رفت آمد داری؟ کار من ببینم این پنجره مربوط به همین خونه است؟ بله. چطور میگه؟ ممکنه به پاس دوستی گذشته یه محبتی در حق من بکنی؟ آخه منم گرفتارم، من نمیمدم اینجا. پس تو این خونه موندگاری؟ گرفتارم دیگه. گرفتار چی هستی؟ گرفتار عشق. عاشق شدی؟ لعنت به این عشق. چرا کمپرس کردی؟ نه آخه تو همچین داری از ته دل از سوز دل حرف میزنی، لعنت به این عشق، نان نفرین هم میکنی. خب معشوقه تو کیه؟ معشوق من نیره. امیدوارم که با من گاهی گداره عدن داره میره بهش میگم نکره. به نگره میگی نکره؟ آره جان. هیچ دلیلی داره؟ چی کار کنم بابا؟ اینقدر راحت میشینن، راحت بلند میشن. صفتر من یه سوالی از تو دارم. البته فکر نکنی که من اینجا غریبم و دست بالم خالیه، هرچند بخوای بهت میدم. میتونی کمکم بکنی؟ چیکار کنم؟ نوکردم هستم، به پاس دوستی گذاشته هر کاری بگی میکنم. قربون تو برم. من دلم میخواد ببینم سرداری بودی. خیلی ممنون. میخواستم از الانم برای ما همانی. باریکلا. شجاعتت یادم نمیره. خیلی خوب. ولی با چه رفتی تن به تن جنگ؟ دنباله همون جنگ میگی؟ آره شلوارت در آوردم. خیلی خوب. ببینم تنها منم که در دوران سپاهیگری شکست خوردم، کسی دیگه نبوده؟ نه شوخی میکنم. خب من اصلا میخواستم سوال بکنم ببینم که یا آهنگم ساختم هر کاری کردی واسه خودت، حالا در حق من محبت بکن، ببین من چی ازت میپرسم جواب منه بده. آهنگساز تحویل نمیگیرم. بابا به من چه مربوطه عزیز من؟ میگه همش خواننده خوبه. خب لنگ پولی بهت پول بدم، چیه؟ نیاز مالی داری کمکت میکنم. لنگ پولم، لنگ همه چیز ازم. خب دیگه چی؟ فقط عشقم اینجاست. اون که من نمیدونم طرف تو کیه بیام جلو کمکت بکنم. تو چیه طرفه؟ گوش بده، من میخوام ببینم این پنجره رو کی باز میکنه و این این حرف نزنی. چی؟ این پنجره مربوط به یه نفر آقا. چیه؟ دلارام خانم. اسمش دلارامه؟ یه دلارام، یه چند دلارام میشنوی؟ عزیزم دلارام. او سکو چه زود برگشت عزیزم. دارم راز نیاز میکنم. مرد حسابی شیر بالاش خوابیده. کی مثلا؟ هم مظفرخان. پدرشه؟ نه خیلی زیاد. چند وقت من بیام زیر این پنجره و دختر چی؟ دختره نمیدونم متوجه من شده یا نشده. من چند وقت پیش اینو توی یه شهری دیدم، توجه میکنی؟ رفته بودم شیراز، اونجا دیدمش. شیراز دیدی؟ آره. آها خب اونجا آره درسته. تو خیابونای شیراز داشتم قدم میزنم، دختره رو اونجا دیدمش، یه دل نه و صد دل عاشقش شدم. به هر حال تعقیبش کردم، فهمیدم خونهشون اینجاست، اما نمیدونستم که این قیم داره. به کشتن بدی یا چه ایرادی داره؟ این آقای مظفرخان از اون آدم هاجا. صفتر تو که طبع حساسی داری، به قول خودت شاعری، از شعر دیگران استفاده نمی‌کنی. مگه نمیگی که سر که نه در راه عزیزان بود، بار گران است کشیدن به دوش؟ نوکردم ازم. آخه تنها من نیستم. خب یه قولی هست با اون دختره. دیگه من نمیدونم کی هست. قولی هم کالسکشیه. تو باید مشکل من حل بکنی، تو باید منو کمکم بکنی. یه فکری بکنی بی؟ یه فکری بکنی. فکرم برسه نوکردم هستم. چطور با؟ چی شد؟ داشتم فکر می‌کردم حرف زدی رفت پایین. خیلی خوب فکر کن، من کاری به کارتون ندارم. حرف نزن. اگر که چی؟ چیه بابا جان؟ حرف زدی از پایینم در رفت. فکرت از پایین در رفت. آقا جان من، تو فکر کن واسه خودت، منم فکر میکنم واسه خودم. گوش کن. مال دیگه در نیارده. نه من حواسم پرت شد، اصلا ترسیدم جا خورد. یه کاری بکن. ها من به خاطر دوستی تو خب اولا چی بگم اینا؟ تک نوازخان گایگودار میاد اینجا. تک نوازخان دیگه کیه؟ یکی از معلم موسیقیه. خب معلم نوازن از یعنی خب رقاصیات و اینا. ببینم توی این خونه خیلی رفت آمد دارن، پس اینجوری که تو داری. نه ها
گاهی گذاری میاد فقط زندگیش به پول بستگی داره. اگه پول کی باشه آدم میشه دمش ببینه. من اونو دمش میبینم، کارش میبینم. پس دیگه مشکل دیگه‌مون چیه؟ همه کار به خاطر آقای مظفرخان میکنه. تکلیفش اینه که اونو من درست میپذیرم. خب بقیهش من یه کار تو بکن. چی کار بکن؟ جدی میگی؟ بابا خطر داره این کار، مگه ممکنه؟ من حکیم بودم. عزیز من یه وقت خدای نکرده دیگه اینا سر بلند نمیکنن. تو چی کار داری؟ چی کار دارم؟ پای منم گیر میفته. تو رو خود بخوامن دو تا شلاقت بزنن اون وقت اعتراف میکنی. من ببینم به خاطر تو ببینم من شعر نگفتی. و خود من به چه کیفیتی میتونم بیام تو این خونه؟ تو باید یه جوری بیا. چه جوری؟ اولا حاکم این شهر وضعش یه جوریه که وقتی یه غریبی بیاد یه کسی که بیاد مثلا وضعش درست باشه وضع اونطوری ها نیست. چی کار باید کرد؟ باید اونو میفزن دنبال که اون طرفو تو خونه اشخاصی که خیلی معتبرن، متمولان ثروتمندن، ثروتبار کرده، اونا باید پذیرایی بکنن به جاهای حاکم ازشون. تو به جای همچین کسی بیا. خب آخه این نمیخواد یه معرفی نامه لازم نداره یه چیزی که اگر پرسیدن بابا کی به کیه؟ اینم خودش یه نوع جعله، یه نوع تزویره. بابا کی میاد اون نامه رو بر اونجا نشون بده؟ بد فکر نیست. پس من به این کیفیت میتونم تو این خونه بیام و تو هم اون کار میخوای بکنی؟ آره من کاری میکنم، تو چی کار داری؟ صفتر منم بهت قول میدم اگر من به مراد دلم رسیدم خودم واسه تو دست بالا بکنم و اون دختر مورد علاقت نگیره رو هر چه زودتر بزنی به جون خودت. خیلی مردونه بهت قول میدم بیا با هم دست بدیم. برم خاطر جمع باشم. میگم خاطر جمع. من با امید تو هستم. من رفتم. برو بریم. خدا نگهدار. من پسر راهنمایی کنم به درد من. خسته شدم بس که ازم ایراد میگیره. تو حیاط نرو، از پنجره نگاه نکن، تو اتاق راه نرو، با خودت حرف نزن. و چی کار بکنم؟ مگه خدا پدر مادر من ازم گرفته؟ سلام. آخه من نمیدونم دختر منو برای چی فرستادی؟ تا که بگی نامه از پنجره افتاد پایین من رفتم بلا فاصله اونجا رو گشتم، نه نامه بود نه کسی اون نزدیکی ها بود که بگم نامه رو برداشته و رفته. نامه ای که از طرف پسرم بود اومد چرا در پنجره رو وا کردی؟ چرا در پنجره نشستی و خوندی؟ خب دلم تنگ شده بود، یاد وطنم کرده بودم. بارها بهت گفتم در پنجره رو وا نکن. مردم وقتی که چشمشون به قد و قامت تو بیفته اون وقت چشم طمع به تو میدوزن. آقای مظفرخان ازم میراد نگیر. هی نگو چرا میری تو حیاط، از پنجره چرا نگاه میکنی؟ بس من چی کار باید بکنم؟ تو فکر میکنی که من قناری هستم تو قفس باید زندانه باشم؟ عزیز من در دروازه رو میشه بست، دهن مردم رو نمیشه بست. مردم هزار جور لغز بخونن، اگر خدایی نکرده برگشتن گفتن نادختری مظفرخان اومده اینجا سر رسولی با کسی داره، جواب مردم من چی میتونم بدم؟ آقای مظفرخان کسی این حرفی نمیزنه، این حرفا رو خود شما میزنه. تو با آبرو و با حیثیت من بازی میکنی. من که کاری نکردم داد میزنی. پس این پنجره بی‌تاب مردن کی وا کرد؟ من وا کردم. تو اصلا زبون خوشحالی نمیشه. خیلی خوب ناراحت نشو. خودی بچه‌ها بیاد ببینم کجایی؟ من پنجره رو وا نمیکنم، ناراحت نشو. بله آقا بیا اینجا. اینجا بینم کی وا کرد پنجره رو؟ بله پنجره رو کی وا کرده؟ مگه هزار دفعه بهت نگفتم حواست جمع پنجره باشه؟ پنجره رو وا کردیم دوز بیاد. پنجره رو وا کردی که دوز بیاد؟ پنجره رو کی وا کرد؟ میگم پنجره رو کی وا کرد؟ عجب پنجره رو کی وا کرد؟ پنجره رو کی وا کرد؟ پنجره رو کی وا کرد؟ چه پنجره رو کی وا کرد؟
این چیه؟ میگم پنجره رو کی وا کرد؟ هرچه پنجره رو کی وا کرد؟ بیا از اینا بپرس ببینم پنجره رو کی وا کرد؟ پنجره رو کی وا کرد؟ چیه؟ نمیدونم میگم از این یکی بپرس. پنجره کی وا کرد؟ هرچه کار عفشه بوده. از اون یکی بپرس. پنجره کی وا کرد؟ خماره بابا به نظرم. کی خماری؟ راجع به چی داری صحبت میکنی؟ میگم پنجره رو کی وا کرد؟ پنجره از این یکی بپرس. بابا کی وا کرد؟ بالاخره فهمیدی؟ بله چی شد؟ با هم خب این برای من کار شد. نمیدونم. 1000 بار گفتم کسی حق نداره پنجره رو وا کنه. بله من موبایل بیرونشون کن. ببینم یالا هرچه شون راستا سر بگو همه سر بگو همه سر چی بود؟ میگم صحبت نکنه بین شما سر و سری هست. بین ما قربان بله من ریشتراش شما هستم با دختر چیکار دارم؟ مگه ریشتراش شدی؟ دل نداری؟ دل دارم من کلبت هم چیکار؟ چی بخواد؟ بله دل آرام هست. منظور حد نکردم کیه؟ صاحب دولت سلام. صاحب کارمسرا رو میخواد. صاحب کارمسرا کیه؟ صاحب دولت سرا شاید. منظور که کسی هست؟ کسی هست؟ مگه ما رو نمیبینی؟ پما کی هستی؟ لابد اون کوله من چه میگم؟ بابا تو که میبینی من کیم؟ شما هیچکی بابا آخه مگه من نمیبینی؟ من میبینم پس من چه خریم؟ نمیبینم قبرسی اونجا به صاحب خونه بگید یک نفر اومده با شما کار داره. یک نفر اومده با شما کار داره. ببین چی کار داره؟ من با کس کاری ندارم. بگید مهمان ناخوانده است. بله مهمان ناخوانده. مهمان نهار نخورده. مهمون نهار نخورده خب نهارشو بخوره و بیاد. آقا نهار بخوره بیا. شاید مهمان ناخوانده است. هر کی هست بگو بیا تو. ببرمید در باز کنه بیا. سلام. سلام علیکم. صاحب خونه شما هستید؟ بله ببخشید من مهمان حاکم شهرم. متاسفانه چون موظیفشون جای نداشت طبق این حکم منو به شما معرفی کردن که در دولت سراتون از من باید پذیرایی بشه. بنده؟ بله بله. حالا کی گفته که من حاتم تاییم؟ نمیدونم اگر شما ناراحتید از پذیرایی کردن من برگردم. نه خب امر حاکمه نمیشه. بله حاکمه. خیلی خب برو کنار. تازه از این حرفا گذاشتید چند تا اتاق خالی داریم. بله بله بله. بله شما اسم و مشخصات منو کاملا نوشتید. بیا بگی بخون بینم. سلام. اسم من بهزاد. اسم منم دلارامه. مشتری غریبه. ممکنه که شما این افتخار رو به من بدید و من به غلامی خودتون قبول بکنید؟ شما من نجاتم میدین؟ البته. من افتخار میکنم. خیلی متشکرم. ولی تشریف به قربان جان بی مقدم کنید. شما واقعا نسبت به من ولی شما اون نامه رو باید سرد نه من زندانی اون هستم. ولی قربان شما برچون نمه را بله بله. حالا این عیبی نداره اتاقاری کرد. حالا ببرم. خب من افتخار آشنایی یک کیو دارم فرمودید مظفرخان. مظفرخان بله. مزخرف کیه؟ مظفرخان. مظفرخان. تو بگو آقای من. آقای من. مولای من. مولای من. خیلی خوب آقای عزیز. اسمش هم من میخوام برای یه گردش در شهر یه چند ساعتی شما رو تنها بگذارم.
شما بستنی شناسی؟ چی قربان؟ بستنی شناسی؟ شاید منظورت باستان شناسی؟ از اونا شناسی؟ تقریبا از اونا شناس برای چیه؟ سیاحت و همه کاری اومدم اینجا. بله اما شغل اصلی من سپاهیگری است. سپاهیگری؟ بله 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 بله. ببرم قدم. خب من کی میتونم بیام خونه؟ شب خدمه شما تا چه ساعتی بیدارم؟ عرضم به حضورت که بذار قانون و قرار کارمون رو بگم. بله اینجا من سر ساعت 7 که میشه در خونه رو میبندم. 7 شب؟ 7 شب. والا شیپور خاموشی تو خونه من زده میشه. همه جا صبح بازه. 7 صبح بازه. 7 بسته است. صبح ساعت 9 بازه. این قانونه. یعنی که چی؟ آقا جان من بله شیپور 7 خاموشی شب میدن. میبندن 9 صبح باز میکنن. ما مطابق قانون و مقررات رفتار میکنیم. میبندیم 9 صبح خونه رو این چه فرمایشیه؟ اینی که عرض کردم 4 همینه. دیواری و اختیاری آقا جان. 7 شب و 9 صبح چرا؟ عرضد حاکم خوب ما فرمود. تابع مقرراتی عزیز من. تا حالا که اگر شد. چنانچه دیر شد برو برای مهمون سرای جایی. خب به هر حال سعی میکنم که مزاحم شما نباشم. من میخوام برم یه قدری بگردم. اگر از ساعت 7 تجاوز کرد دیگه امشب رو مزاحم شما نمیشم. با اجازه شما. خدا حافظ. سعی کنیم تا 7 نشه بیاییم. سعی میکنم که بیام. خدا حافظ شما. بسیار خوب اگر ساعت 7 گذشت دیگه نیای. خیلی ممنون. چرا نیام حضرت حاکم فرستادن؟ بیان چی کار؟ بابا اینا خب حضرت حاکم فرستاده مگه خونه مال جد آبادشه؟ اگه بفهم. بیاد اینجا بمونه لنگر حضرت بندازه. حاکم بفهم بد میشد. به من چه مربوطه؟ این وضع کی اینجا؟ آقای مظفر یه بشید دلارم. آقای مزرقان تو تشریف داری؟ بله هستم. کیه؟ بگید تک نمازخانه بفرمایین بفرما. اجازه فرمودم سلام عرض میکنم. به به جونی جونه که حالت چطوره؟ آرام هیچ یادی از ما نمیکنیم ماشاءالله. یه دور بزن ببینم. بفرما عالیه عالیه عالیه. چرا اینو چرخش میدی؟ شاید اونقدر نمرش برده. سلام عرض میکنم آقای مظفر خان. خیال کردم آقای تشریف عزیز، ندارید. چرا دیر اومدی؟ من به جونی گفتم بالاخره جونه اینا. که شما عزیزم ماشاءالله یه آبی هم تو پوست گنجیده. به به بازم دور بزن. من معلم رقص وقتی میبینم که تابش میده قرش میده لذت میده. برو پدسته چرا عزیزم تو دوست نداری؟ جونه و برقص و علمون. آفرین احسن نه خودشه. اتفاقا تو یکی از شاگردان من باشی بهتریش از آب در میاد جونی. این در بگی جونه میرم تو خواب دهنده. عزیزم کتک خوردن هم یک نوع رقصه. همینطور که میگه بابا 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 اینطوری بکن اینطوری بکن اینطوری بکن اینطوری بکن اینطوری بکن. رعشی رعشی رعشی. آفرین عالیه. چه حالی به شما؟ شد کار به دست بوده. چی عزیزم؟ بسیار خوبه. حالا اینطوری بکن ببینم. اینطوری عالیه جونی. خیلی قشنگ. جونه جد آباده. اگه آقای مظفرخان اجازه بفرمایید شما به مکتب من میید و من به شما در مقابل آقای مزخرف خان حرفا نزنید. خب آقای مظفرخان من با شما محرمانه حرف داشتم. اینجا بفرمایید. امکان داره؟ خب دلارم بله برو خودت آماده کن. آقای تکنواز خان اومده بالاخره موقع درسته. به کارات برس. برو. او موقع به ایشان بیاموزی. البته من معلم مخصوصی دارم. صفتر برای قربان تو هم برو. کار باز خوش داشت که پدر سوخته. خب بیا صفتر ببینم بیا. بله اجازه میده؟ چیه؟ من میخوام یه خورده با ایشون حرف بزنم. بفرمایید. خب چیه؟ پس تو آماده کردی خودتو پیش بله، من آماده. بیای؟ چیه؟ اینجا نیست. چیه؟ حالت خوبه؟ البته فقط یه دقیقه منو تنها بزن با مظفر خان. چی نمی‌دونی؟ فقط تنها بزن. عیبی نداره. نه چه مانعی داره؟ شما دوتایی تنها باشی. بله. آقای مزفر خان صفتر بپر برو تو دفتر. برای من اون شربت قلبم ورده بیا. پیغمبرم باش کفتر. برو دیگه واسه من نمیخوا شاعر بشی. پسر رنگی رو داره و بله. خیلی خوب. خب باید صحبت کنیم. یعنی چی این حرفا کدومه برو آقای مظفر خان خبر اجازه میدی؟ تازه چی میخواستی بگی؟ یه چیزی میخوام بگم که اگه اجازه بهم بدی همه رو عرض میکنم ولی
ولی یه حسابی باید میون باشه. شما میبینی قلف بسته رو کلید باز میکنه و دهن بسته رو پول. شما اگه من راضی کنید من خبر دست اول دارم به شما. من که از پول دادن مضایقه ندارم، گفتم بگو تو هر چی پول بخوای پیش منه. بسیار خوب. حالا که سر کیسه رو شل کردی عرض میکنم شما باید کاملا مواظب باشید. بله. من راستش یک جوونی میبینم که مرتب پای این پنجره رفته آمد. باریکلا، من عقب همین میگشتم. خب جون من اینطور که من فهمیدم یک دل نه بلکه 100 دل فریفته جمال دلارام خانم باریکلا. به خاطر اون میاد. اگه غلطم نکرده باشم دلارامم بعدش از اون نمیاد. خب در واقع یکی هم تو این خونه هست که ارتباط نامه‌ای و یا پیغامی ما بین این دو نفر برقرار. باریکلا. فکر میکنم همینه میخواستید. خیلی ارزش داشت برای من. هر چی دلت بخواد تک دواز بهت میدم. آهای سفتر بیا بیدم. این محرم هست؟ بله. بله شربت قلب من آوردی؟ بله معذرت. چرا میخوای به من بدی؟ بله چرا میخوای به من بدی؟ من تا شیاده همه به شما میدم قربان کردم. بله تمام کریه خونه ها رو میارن به من میدن. بله کریه املاک رو به من میدن. بله قربان. خب بگو. بله همین که عرض کردم. بسیار خب حالا دیگه کاری نداریم. من جونی باید مرخص بشم چون خیلی چیه؟ چرا تو چشاش نگاه میکنی؟ بلند. چی شده؟ آقای مظفرخان میدونن که من در طبابت. بله یعنی شما طبیبم در هستید؟ علم بسم الله الرحمن الرحیم. ندیده بودم یه همچین برو من چی چیه؟ مریض نکنی مردم. من مریض؟ چیه؟ چی به من؟ طاعون داره. من تاون دارم؟ لبت گاز بگیر احمق بیشو چطور ممکنه؟ چیه؟ موهاش سرما آورده. چی موها سرما میخوری؟ ای داد بیداد. سیبیلم نداره. وای باید چی کار کرد؟ معلومه من باید به طبیب مراجعه کنم. برم استراحت کنم. برو عزیزم برو استراحت کن. برو استراحت پایین از اینجا. برو استراحت. من ازت واگیر داره. چرا راه میدین گرفت قربان؟ بارو. چرا راه میدین؟ نباید را میدادم من که نمیدونستم. من نبودم که شما سقط شده بودی. بله ناراحت سقطم. مریض شده بودی؟ بالاخره یه طور میشه دیگه خدا نگه. مریض بی شدم ناراحت بی شدم. منم که قربان به درد شما میخورم. باریکلا. ببین کیه؟ کیه؟ آقای مظفرخان تشریف دارن؟ آقای مظفرخان تشریف داری؟ بله هستم. سلام علیکم. آقای کی باشه؟ یاردانقلی معروف به التفات. بله چی؟ یاردانقلی معروف به التفات. یاردانقلی معروف به ارتباط. آخه قیافه به یاردانقلی میخوره؟ من یکی از همکارای آقای تکنواز خان هستم که معلم گویا دختر شما هستن، خواهر شما هستن. متاسفانه چون مریض شدن و تو بستر افتادن منو فرستادن که دختر شما رو تعلیم بدم. آها پس ایشون مریض شدن. بله چون مریض احوالن آره راستی. خب بگو دلارام بیاد بینه. بله خواهش میکنم زودتر چون بگو من دلارام بیاد. وقتم ما گرفت. با آقای رسولی بیک شریک نیستی؟ با کی؟ رسولی بیک. رسولی بیک کیه؟ اونم میگه همچین کسیه. نمیشناسم. نه من چند تا شاگرد خصوصی دارم مخصوص خودم. اون یه رخواست دیگه. یاردانقلی بک چیزی دیگه است. خب گفتی که یاردانقلی بک. تکنواز خان خیلی حالش سخت و هم خورده بود و افتاده بود تو خونه. آها منم شنیدم که مریض احواله. بله خب بیا دلارام شاگردشون. معرفی میکنم. سلام. آقای یاردانقلی از طرف تکنواز خان اومده که به تو درس بده. یاردانقلی معلومه چی دیگه. مظفرخان من سرم درد میکنه. من نمیتونم آخه تمرین کنم. نه من اینقدر وقتتون نمیگیرم. برای 1 ساعت اون تعلیمی که تکنواز خان میده نحوه کارشو به من گفته چیه. مریضم نمیتونم. حالا اگه چه نداره 1 ساعت درس. درست کردی؟ این شب آماده باش که ما کار تو 1 ساعتم تموم میشه. ساعت چند؟ نصف شب تو چه ما داشته باش. هرچی میخوای به اون بگو. توجه کردی؟ باش. خودت آماده بکن، لباسات آماده بکن که من میام تو رو ببرم. باش. میتونی. خیلی خوب. برو آقا من نمیتونم. مظفرخان. آقای مظفرخان. من قربان. آخ سرم.
ایشون ببر تو اتاقش. ببرش. ای وای پس ببرش اتاق مخصوصش. پس تکلیف درسشون چی میشه؟ اجازه بفرمایید. راستی قرار بود که آقای تک‌نواز خان، برو بینم پسر، برو پذیرایی کن. قرار بود که وقتی که میخوان بیان اینجا یه چیزی برای من بیارن. برای شما؟ بله. والا راجب اون به شما نیدن؟ نه چیزی صحبت نکرد. امانتی بود. یه امانتی بود. باریکلا. امانتی رو برای شما دادن. این نبود؟ بله خودشی. آره همین. شما فرمایشی پیغامی برای تک‌نواز خان ندارید؟ من خودم میام ازش عیادت میکنم. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. خدمت میرسم. مرحمت شما. بفرمایید. ببینم خوب این چیه؟ من که گفتم نامه رو بده. آقای محترم، من که نمیدونم اسم شما چیه، ولی چند روزیست که زیر اتاق من ایستاده و فکر میکنم قصد دیدار منو دارید. چقدر خوشحال هستم که با شما ملاقات و از نزدیک صحبت کنم. اگر شما مرا از این زندان و این قفس آزاد کنید، همه عمر مدیون شما خواهم بود. کسی که با امید شما زنده است دلارام به هرگز سرم ز کاسه زانو جدا نشد. البته زیر هر کاسه بود دیمش رقص شما یاد گرفتی؟ بله. رقص چی رو یاد گرفتم؟ نه دلارام بگو بیاد بینم. دلارام بگو بیاد. آره بگو بیاد. نکنید. بگو دلارام بیاد، کارش دارم. دلارام. بله. بیا اینجا بینم. چه بهتر از یکم میکنه نمیذارم استراحت کنم. بیا اینجا. اتونم چی میخوایی؟ بیا اینجا. بیا اینو بگیر. این چیه؟ نامه‌ایست که گم کرده بودی. درسته؟ آقای مظفر خان، شما با این نامه چی میخوای ثابت کنه؟ آره من اون جوان دوستش دارم، میخوام با اون ازدواج کنم. چی میخوای از جون من؟ عجب مانعی نداری. با هر کی بخوای ازدواج کن. من جلوگیری از تو نمیکنم. خود مختار هر کاری که دلت بخواد بکن. چرا؟ ولی با یه کسی عروسی کن که یه عمر از تو نگهداری کنه. برای هوا و هوس و 4 روز زندگی تو رو نخواه. آخه اون جوان چه عیبی داره؟ این نامه هیچ میفهمی که از کجا به دست من اومد؟ نه. این جوان یه رفیقه داره. این زن بدنامه. این زن اومد این نامه رو به من داد، گفت این نامه رو آورده نشون من داده که من میخوام با این زن عروسی کنم که اینو به رخ من بکشه. و اگر چه این دختر عروسی کنه، من میدونم چه آب روزی تو این محل در بیاره. بس اون من فریبم داده؟ فریبت که داده هیچی. مزاحم داره. اون زن بدنام اگر بیاد در خونه من سر صدا را بندازه، آبرو، حیثیت، شرف همه چیز مگر من به اون جوان چی کار کرده بودم؟ غیر این که من اون پنجره وامیستادم، اون فقط از پایین به من نگاه میکرد. حتی من به اون حرفی نزدم. پنجره بازی چه؟ پنجره بازی کدومه؟ بالا به پایین، پایین به بالا. پنجره بازی اسم این؟ خیلی خوب، تا از اینجا برو بیرون. برو. یالا نه. همونطور که بهت گفتم عزیزم، تو خودت حاکم بر سرنوشت خودت هست. هر تصمیمی که دلت بخواد بگیر، ولی این کار خطرناکه. اجازه بدید. حالا که اون من فریبم داده گولم زده، یه پیشنهادی دارم. چه پیشنهاد؟ هر چه زودتر من به عقد شما در میام. آفرین. اینو میگن عقل. حالا سرخونه عقل یه چیز دیگه. اون با همه سفته کلید پنجره رو دزدیدم. امشب نصف شب میخوام من فراری بدن. حواست باید خوب جمع باشه. باریکلا. یه پدر ازش در بیار که خودش از کنه. مانعی نداری. تو فقط کاری که میکنی سر اینا رو گرم کن، من خودم میرسونم. خیلی خوب باشه. قربون تو ممنونم. دلارام ببینم چه میکنی. من چقدر نفهم بودم که گول حرفای این جوون خوردم. مگر من به اون جوون چیکار کرده بودم؟ به کوری چشم اون جوون با این پیرمرد خریف عروسی میکنم تا به روسیای از خونه بیرون. سلام عزیزم. سلام. تنها هستی؟ خوش اومدی. به تو گفته بودم که آماده باش، امشب میخوام تو از اینجا ببرم بیرون. آقا چیه؟ مزید کار داره درست. آره من هرچی. این نقشه منو. خیلی ممنون.
به هر جا رسیدم و هر چی کردم مدیون تو هستم. و چرا اینقدر دیر کرده عزیزم؟ دلارم خانم آخه جانم. باید صبر میکردیم که شب از نیمه میگذشت و همه میخوابیدن، اون وقت میتونستیم بیایم اینجا. خب عشق تو میتونه به من ثابت کنی؟ البته. بله. چجوری؟ شما بگو. مارم دست کم نگی. تو با این همدست بودی؟ دوستمه. من تو خودم به تو سپرده بودم هر وقت هر حرفی هستش به صفتر بزن. یعنی اینم گفته بودی بهش؟ نه متاسف. این چیه؟ گفتم عشقت به من ثابت کن. بفرمید نامه که برات نوشته بودم. راجی موضوع ناراحتی؟ چرا که ناراحت نمیشم. پست تو خیلی پست هستی. برو خجالت بکش. تو خیال میکردی من کی هستم چی هستم؟ من فقط تو رو دوست داشتم، میخواستم با تو ازدواج کنم. دلارام ناراحت نباش. این نامه رو من مجبور بودم که به مظفرخان نشون بدم. وقتی که به عنوان همکار آقای تکنوازخان معلم موسیقی تو اومدم تو خونه، منو در فشار گذاشته بودش که اگر تو راست میگی واقعا همکار او هستی، اون قرار بود بر من یه چیزی بفرسته. متاسفانه هیچی دم دستم نبود، این نامه بود. به این دلیل نامه رو به اون ارائه دادم و فرصتم نشد که به تو حالی بکنم حواست جمع باشه. مبادا از این نامه سوء استفاده بکنم. چرا نمیخوابی که دادم دست اون خانومه که عاشقش بودم من بره اون بکشه؟ اون خانم آورده نامه داده به دست آقای مظفرخان. به خدای بزرگ همه مطالب دروغه. تو چرا باور کردی؟ اون مرد یه بار دیگه با تمهید و نیرنگ میخواد تو رو بیشتر اسیر خودش بکنه عزیزم. دلارم تو چی میگی؟ هی میگی دروغه. دوست منه. سارا با هم بوده. قبل از اینکه صفتر تو خونه شما بیاد خدمت بکنه پیش من بوده. یعنی زیر دست من بوده. یعنی هیچ زن تو زندگی شما نیست؟ نه این حرفا کدومه؟ این مطالب چیه؟ بله اون رفته مثل که یکی خبر کنه بیاد من عقدم کنه. ناراحت نباش، ما زودتر از اون تو رو عقد ما همه کارا تاییش دیدیم. چی شد؟ دفتردار دیدی؟ محضردار دیدی؟ دیدم در برو برش فقط یه امضا لازمه. خواهش میکنم نگرانم بگو بیاد کارت هم تموم بشه. ما اول من خیلی خوب برو بهشون بگو. بازم دیدی که عقلت سر جاش. فقط دوست دارم اینو میتونم بهت بگم. تو رو وادار که میخواد از این بدبختی نجات بده. البته منم همینو میخواستم. سلام علیکم. سلام. عیبی نداره. اون چیه دیگه؟ سلام. آقای هر چیه؟ برو افچرم بیار. خواهش میکنم چون وقت زیغه ما باید بریم مسافرت. کارها انجام گرفته شده، فقط امضا لازمه. سلام. بذارید دیگه رو صندلی. بفرمایید. آقای عاقل لطفا بذارید رو صندلی. بفرمایید. مال من انجام درست شد. بسم الله الرحمن الرحیم. همین کارا رو درست کردی؟ میمانت و مبارکی. مبارکه. چی؟ بفرم. چیونه؟ خب آقای تکنوازخان بله شما هم بفرمایید شروط بشه. البته افتخار بزرگیه. نمیشه کارو دست میکنه. حالا درست شد. خیلی ممنونم. اون شخصی که میگفتی همین ایشونن؟ همش بوریه. ولی معرفی جان نکردی. تو هم بیا جه. بله. تو هم بیا اینجا امضا کن. اینجا امضا کن. چرا همچین میکنی؟ چرا اداشو در میاری؟ آب دهنتو جمع کن. خوب شده به در شده. یا سلام آقای آقا همینا کیه؟ اول همه تا برو بیرون بیرون. جا برم بیرون. برو بیرون آقای عزیز. بفرم. آقای عزیز برو بیرون. برو بیرون وای رشتا. برو بیرون. کیه اون آقایی که گفتید کیه؟ همین آقا. ایشون؟ بله. بفرمایید جلو بیرون. کجا قربون؟ بفرمایید داروغ خونه اونجا معلوم میشه. بفرمایید. چی؟ برای چی؟ ایشون از دست شما شکایت کردن. شکایت کردن که کردن. منم مأمور کردن که شما رو ببرم. متاسفانه شکایت ایشون واهیه و شما هم خیلی بیمورد به گفته‌های این توجه کردید. آقای داروغه، من سردار بهزاد، سردار معروف این شهر هستم. چی؟ شما؟ سردار به من معذرت میخوام نه سردار. معذرت لازم نیست، فقط دلم میخواد از حقیقت با خبر بشید. در حال حاضر این دختر خانم به سن قانونی خودشون رسیدن و اختیارش دارن که تو خونه از کسی پذیرایی بکنن یا نکنن. ما با بنده همون صفتره که سالها کارا کردم، شعرها گفتم، آهنگا نوشتم، کتابا نوشتم. شما برای منم قابل احترام هستید. بله. شما هم همین. از دست تو هم شاکیم. که چی؟ تو رو میبرم دارو بخونه. چرا؟ اگه اینجا بمونی آقای برای مظفرخان. این که هم دست تو بوده تمام این کارا زیر سر تو. بله. از دست تو شکایت کردم. از دست تو شکایت کردم. از دست تو هم شکایت کردم. از دست تو هم شکایت کردم.
قولی چنبر فقط تنها خانی دست کسی که شاکی نیستین به نظرم خودتون. از من دیگه شراغت فقط از دلارام شاکی. خواهش میکنم در دیگه دست بزنه من نزنید. ایشون همسر قانونی من. بله. شما از مقام و موقعیتی که قانون به دست شما سپرده بود سوء استفاده کردید. لاجرم حالا من پرده ها رو بالا میزنم و حقیقت در مقابل آقای داروغه عرض سردار آقای حقیقت داروغه چیه؟ ایشون قیم اتفاقی و سببی ایشون بودن. این موضوع رو همه مردم شهر میدونن. بعد متاسفانه از مقام و دردم موقعیت جیب منم زده مواظب باش. من میدم ببرنت عوضت میکنم. من دیگه شلواریم. حالا میبینی ادامه بدید. بعد از مقام و موقعیت خودشون سوء استفاده کردن، تمام مال و منال و ثروت منقول و غیر منقول این دختر خانم رو بالا کشیدن. عجب. بله من مدارک و اسنادی دارم که اگر خواستید در داروخونه خونه خدمتتون ارائه میدم. مسلماً فقط لازم ایشون میشه. تکلیف بکنید از اموال منقول اینجا هر چی که بردن زودتر تحویل بدن ولی من با بی‌آبرویی اون چرا که بردن ازشون پس میدم. آقای عزیز سخت در اشتباهی. چرا؟ من قیم اینم. این نمیتونه بدون اجازه من شوهر کنه. اشتباه شما در همین موضوع است. الان یک هفته ایشون از قیومیت در اومدن و کبیر شدن، خودشون الان اختیار زندگیشون رو میتونن به دست بگیرن. از بس که شما آدم سفسطه‌گری هستید به این موضوع توجه نداشتید. عجب. نه عجب نه. نگره. بله. من اینجوری. بله نگره. آقا از دست هر کسی شکایت نداشته باشم از دست این شاکی. قولی تو هم حرفی داری بزن. قولی چنبر خانی همشا تو هم. شنیدی چی گفت؟ بله سردار مدعیه که ایشون از صغارت در اومدن و به سن قانونی رسیدن، میتونن خودشون تصمیم بگیرن و حالا تصمیم گرفتن هر کاری که دلشون بخواد میتونن آقای داروغه فقط شما محبت بکنید ایشون رو امشب ببرید تو داروخونه تحت نظر شما باشن تا صبح بنده با مدارک و اسنادم بیام خدمت. من رضایت میدم شما عروسی کنید. نه رضایت همه اموال باید پس بدید. شما تشریف ببرید. ای خدا. صفدر ازت خیلی ممنونم. منم ممنونم به سهم خودم. آقا امیدوارم هر که میردم من تحویل نمیگردم. هیچ ایرادی نداره. حالا امیدوارم که در کنار این زن مورد علاقه خیلی ممنون. خوشبخت بشید. یه قول من از شما میخوام که من بخشیده باشید چون من به شما خیلی بد کردم. نه چرا؟ خب یه حرفای پیش می اومد که من مجبور بودم با جوری بازی در نیرو. نه دیگه راجع به اخلاق شما این شخص قبلا برای من توضیحاتی داده و گفته که شما آدم پولیکی هستید. امیدوارم از این معامله هم که سرگرفت شما راضی شده باشید. عالی اگه اوضاع آقارم بخواه ایشون هم مرخصه. بفرمایید. آقا مرد شریفی هم. خواهش میکنم. اینطوری که بده. پذیرایی کن ازشون مرخصشون کن. اجازه بدید پولی که به مقصد برسن نده. نه برمونم با شما رو باید. اینطور که نمیشه آقا. خواهش میکنم. خب دلارام دلم میخواد شما به هم رسیدید منم باید ولش کنید. آقای صبر. قاطرا. این میراخورش بود. آره بابا. حالا که همه چی به مراد دل من و تو گشت دلم میخواد که برای شادی خودمون یک مجلس رقصی برپا بکنیم. خدا کنه همه به مراد دل خودشون برسن. بیا بشیم. جانم میخواد حق تو رو بخوره.